چگونه مهره طلایی تیم باشم؟ قسمت دوم. سلام، من ثانیه شیخ الاسلامی، متخصص هوش مصنوعی و کوچ توسعه مهارت‌های نرم هستم. دومین مهارتی که میتونه به شما کمک کنه تا به این هدف برسین، احترام به دیگر اعضای تیم هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه افراد دیگه تیم رو به رسمیت بشناسین و به فردیتش احترام بذارین و این اطمینان رو داشته باشین که اون شخص به تخصص خودش وارد هست و کار خودش رو به خوبی میتونه انجام بده. این کار باعث چه چیزی میشه؟ اگر که شما در تخصص دیگه‌ای هستین و در کنار اون فرد دارید کار میکنید و ایده‌ای به نظرتون میرسه، اینگونه درست نیست که شما به صورت دخالت در کار افراد دیگه بیاین و ایده های خودتون رو مطرح بکنید یا اعمال نظر انجام بدید. باید به این موضوع فکر کنید که آیا اگر دیگران در مورد شما این کار رو انجام بدن، این کارشون رو دوست دارین؟ آیا اختلالی در کار و روند و برنامه ریزی شما ایجاد نمی‌کنه؟ باید بگم بله، آسیب زننده هست و اختلال ایجاد میکنه. بنابراین ما هم باید با دقت نظرات و ایده های خودمون رو به صورت کلی و پیشنهادی در جای مناسب مطرح بکنیم و اصراری به پذیرش اون امور نداشته باشیم. این پیشنهادات معمولاً در جلسات تیمی میتونه مطرح بشه.